سلام به همه. به پارت 2 پخت کیک سالگرد عقدمون خیلی خوش اومدین. وقتی کیک رو پختیم و آماده کردیم، مرحله بعدی اینه که به 3 قسمت تقسیمش کنیم به صورت ارزی. رو هر لایه از کیکمون کمی نسکافه میریزیم به جهت مرطوب کردن کیک، کمی خامه میریزیم و یک دستش میکنیم، دور تا دور لایه رو خامه کشی میکنیم و وسطش موز و گردو میذاریم. در مجموع 2 لایه فیلینگ موز و گردو داریم. روی لایه آخر خامه کشی میکنیم و سعی میکنیم با کاردک دور تا دورش رو صاف و تمیز کنیم و روی کیک هم تا جای ممکن صاف میکنیم و بعدش من به این شکلی که تو تصویر میبینید تزیینش کردم و وسطش رو کاملا با گل پر کردم. این هم یه مرحله از خامه کشی و فیلینگ گذاری کیکمونه و در نهایت کیکمون رو میذاریم توی یخچال تا خودش رو بگیره و بعدش میتونیم روش رو تزیین کنیم. و بالاخره کیک خوشگل و خوش‌طعم آماده میشه و من واقعا از لحظه این پروسه لذت بردم. امیدوارم بهترین نصیبتون بشه. دوستتون دارم. اگر از این محتوا خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنید و منو حمایت کنید. ممنون از تک تکتون.